فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. این روزها خیلی پیام دریافت کرده بودم که بگیم در خصوص پشت پرده های مرگ مشکوک و رازآلود آزاده نامداری به عنوان یکی از مجریای معروف، مشهور و البته پرحاشیه صدا و سیمای ایران که خیلی ها دوست داشتن بدونن که بالاخره سرنوشت آزاده نامداری چی شد. آیا به قتل رسید؟ آیا خودکشی کرد؟ یا به هر صورتی با مرگ طبیعی مرد؟ هنوز اطلاعات دقیقی رو رسانه ها از قول پزشکی قانونی و نهادهای ناظر منتشر نکردن که یک سری اطلاعات جدید به دست من رسیده که امروز برای شما پخش خواهم کرد. قطعا در رسانه ها شنیدید که آزاده نامداری 7 فروردین ماه 1400 در منزل مسکونی خودشون در منطقه سعادت آباد طبقه 7 برج مهستان اگر اشتباه نکنم ساعت هلوش 7:30 بعد از ظهر یا حالا شب میتونیم بگیم که متوجه شدن خانواده‌اش که فوت کرده و بعد از اون هم کلانتری 134 شهرک قدس وارد عمل شد و پزشکی قانونی اومد، نهادهای ناظر اومدن و نکته جالب و البته مشکوکی که وجود داره این هستش که در همون روزهای اول، یعنی هنوز جواب کالبد شکافی نیامد، هنوز جواب پزشکی قانونی نیامد، گفتن که نه مرگ مشکوکی صورت گرفته، نه دارویی توی بدنش بوده، نه خودکشی. یعنی بلافاصله سریع این قضیه رو جمع کردن و گفتن اصلا خودکشی نبوده و اصلا قتل صورت نگرفته، ایشون کاملا به مرگ طبیعی فوت کردن. اما هر چقدر که گذشت اطلاعات بیشتر شد، یه ذره قطره چکونی اطلاعات بیشتری رو به مردم ارائه دادن که امروز حالا آخرین اطلاعات و اخباری که از آزاده نامداری، مرحوم آزاده نامداری به دست ما رسیده به شما میگیم. آزاده نامداری که اصولاً آدم پرحاشیه‌ای بود، یعنی در دوران هنری خودش چند سالی هم در صدا و سیمای کرمانشاه با خود من همکار بود و فعالیت میکرد، ولی خب در حوزه فعالیت خودش و در حوزه رسانه عموما آدم پرحاشیه‌ای بود. حتی مرگش هم پرحاشیه‌تر شد، امیدوارم که خدا بیامرزتش. از سال بهتر بگم 90-91 شروع بکنیم، در دوران دوستیش با احسان علی خانی که حالا یه تیک و تاکی با همدیگه میزدن. در سال 91 اگر اشتباه نکنم تو عید 91 با همدیگه هم اجرا داشتن در برنامه‌های نوروزی. بعد از اون قضیه خب یه خانومی اومد وسط به اسم مژده لواسانی که خب حالا مژده لواسانی هم خیلی کراش داشت روی فرزاد حسنی. خیلی هم فشار به من میاره که راجع بهشون صحبت نکنم، اما خب من سعی میکنم که چیزهایی که میدونم و واقعیت داره رو به مردم بگم. بعد از اون فرزاد حسنی میاد جلو و با آزاده نامداری تیک و تاک میزنه. یه مقداری خوبه راجع به گذشته پرحاشیه آزاده نامداری بدونیم که اصلا این آدم چی شد که اینقدر فشار و حاشیه اومد روش و چی شد که اصلا به حاشیه کشیده شد، ممنوع الکار شد و یه مقدار اون اتفاقات بی تأثیر نبود در فوت آزاده نامداری، بهتر بگیم خودکشی، چون اطلاعاتی که به دست ما رسیده گویا حکایت از این داره که آزاده نامداری خودکشی کرده. با فرزاد حسنی دوست بود و با همدیگه ارتباط داشتن. میدونید که در ایران سلبریتی ها تلفناشون شنود میشه و کاملا دستگاه ناظر و امنیتی تلفن کسانی که در تلویزیون اجرا میکنن و آنتن زنده دارن رو شنود میکنن. به هر حال ممکنه طرف یه جمله روی آنتن بگه که حالا یه باری داشته باشه، یک اتفاقی رو توی جامعه رقم بزنه که بد باشه، به خاطر همین خیلی کنترل میکنه صدا و سیما افرادی رو که بهشون آنتن زنده میده و کاملا تلفنشون شروع میشه. این شنود تلفن باعث شد که متوجه بشن که فرزاد حسنی و آزاده نامداری با هم دوست هستن. اخطار دادن بهشون و گفتن که موجب اخراج حتی رابطه نامشروع، زندان و
چیزهای مختلف خواهد شد برای شما که از سوی حراست صدا و سیما این خبر بهشون داده شد که اینا اومدن گفتن که نه، ما با هم دیگه نامزد هستیم و قراره که ازدواج بکنیم. قبلا توی ویدیو یه سری از این موضوعات توضیح دادم، ولی خب چون این ویدیو راجع به آزاده نامداری میخوام بگم که پکیج اطلاعات کامل بشه. حتی آزاده نامداری همون موقع مصاحبه میکنه، میگه که دوران خواستگاری، نامزدی و عقد بیشتر از 2 هفته طول نکشید، چون بهشون یه التیماتوم داده بودن، اینا هم گفتن که نه ما با هم نامزدیم و بعد از اون فرزاد حسنی جدی وارد عمل شد، با آزاده نامداری رفت توی رابطه و نامزدی کرد، عقد کرد و بعدش هم به ازدواج رسید در 1-2 هفته و بلافاصله هم خبرش در رسانه ها پیچید. بعد از اون ماجرای عشق و عاشقیشون رو توی تلویزیون رو پخشانتون زنده دلبری برای هم دیگه کردن و اینها، تا ماجرا رفت جلوتر که یه خبر میخوام بگم که تا حالا منتشر نشده. آزاده نامداری باردار شده بود از شوهر اولش فرزاد حسنی و بعد از اون هم وقتی می‌بینه که فرزاد حسنی ثبات شخصیت نداره، آنچنان آدم دست بزنیه، پرخاشگره، رفت بچه خودش رو انداخت. این موضوع خیلی تو رویه فرزاد حسنی تاثیر گذاشتون، هر دوشون عاشق بچه بودن. بعد از اون کش و قوس و کش و مکش بین این دوتا زیاد بود تا اینکه یک روز فرزاد حسنی مچ آزاده نامداری رو میگیره با یه شخصی به اسم سجاد عبادی. سجاد عبادی که خودش کسی بود که زن داشت، بچه داشت و توی رابطه بچه رو دقیق نمیدونم ولی زن رو میدونم 100% داشت، چون ازدواج دومش بود، زن داشت و اومد تیک و تاک زد با آزاده نامداری که اونجا دعواشون میشه. آزاده نامداری با فرزاد حسنی که کتکش میزنه، گوشیشو میشکنه و یه دونه پست هم میذاره آزاده نامداری که چشش کبوده. و بعد از اون هم فرزاد حسنی یکی 2 بار پست استوری گذاشته بود و گفته بود که کسی که انقدر ادعای زندگی میکنه و عاشق بچه است و اینها، یه حالت تیکه بود دیگه. من خیلی دوست دارم یه روز بیاد جلوی من این حرفا رو بزنه. صورت غیر مستقیم می‌خواست بازیگرم بگه تو عاشق بچه بودی چرا بچه‌تو انداختی؟ اگر تو عاشق زندگی بودی چرا خیانت کردی و از این زندگی رفتی؟ و همین باعث میشه که از همدیگه جدا بشن و بعد از اون هم سجاد عبادی هم زن خودش رو طلاق میده و آزاده نامداری و سجاد عبادی با همدیگه میرن توی رابطه. بعد از اون مجد لواسانی خب خیلی به خاطر ازدواج آزاده نامداری با فرزاد حسنی ناراحت بود. کراشش فرزاد حسنی بود دیگه. دوباره برمیگرده به فرزاد حسنی. عموما ناراحتی مجد لواسانی از آزاده نامداری همین رابطه و ازدواج فرزاد حسنی با آزاده نامداری بود. یک کینه داشت ازش، از آزاده نامداری. خلاصه اینها میگذره و با هم دیگه مدت بودن که بعد از اون به مشکل میخوره با مجد لواسانی یا فرزاد حسنی. فرزاد حسنی هم میاد عکسای لخت از مجد لواسانی که کات شده و کراپ شده هست رو، چه تلفن منم زنگ خورد ببخشید آره دیگه اینم من میخوام باشم جو. میاد عکسای لخت شده و کراپ شده مجد لواسانی رو میذاره تو استوری واتساپش. همون باعث میشه که مجد لواسانی چون پدرش هم توی دستگاه قضایی هست شکایت بکنه از فرزاد حسنی و یه جوری میشه که یک حکم سنگین براش میکنه که حتی جرئت هم الان نمیکنه که اسم مجد لواسانی بره و یه حالت انتقام جویی بود. بعد از اون میرسیم به سال 96 و اون ماجرای سوئیس اتفاق میفته. عکسایی که آزاده نامداری ازش منتشر شد در حالی که میگفت من عاشق حجابم و دوست ندارم که حجابمو بردارم، عاشق چادرم و از این صحبتات دیگه. عکساش با آبجو اومد بیرون، اوضاع خیلی وخیم‌تر شد که یه عده‌ای در همون سالا میگفتن که این کار فرزاد حسنی بوده، فرزاد حسنی که اهل انتقام گیری هستش این کارا رو کرده. خب مجموع این اتفاقات باعث شد خب عموما آزاده نامداری یه مقداری بره تو حاشیه. یه دوست خیلی صمیمی داشت شقایق دهقان که هر دو با هم دیگه یه سری سبزیجات و گیاه و گل و این چیزا میزدن با هم دیگه و متاسفانه درگیر مواد مخدر هم بودن به شدت. آزاده نامداری و شقایق دهقان که اسمشو درست گفته باشم، تو ویدیو قبلا راجعشون صحبت کرده بودم. همین اتفاق باعث میشه که آزاده نامداری مقدار گوشه‌گیرتر بشه، ممنوع کار میشه. این حواشی سوئیسش هم که دیگه بدتر از اون، حتی بعد از 1-2 سال توی آپارات بهش برنامه میدن اما برنامه‌اش رو دوباره متوقف میکنن. خب عملا این حواشی این اتفاقات باعث شده که اون دور بشه از
فضای رسانه و متاسفانه یه مقداری درگیر مواد مخدر بود با شقایق دهقان و حتی یه وایسی هم که منتشر شده ازش و شاهین صمدپور منتشر کرده بود به عنوان آخرین دیالوگ‌ها در هفته‌های پایانی عمر آزاده نامداری، میگفتش که خیلی حالت روحی بد داشت، حتی صداش هم کاملا میلرزه و مشخصه که یه مقداری حالا درگیری یه سری موضوعاتی مثل مواد مخدر شده. به هر حال میگذریم، خبر فوتش منتشر میشه. این در حالی بوده که یک اختلافی بین او و سجاد عبادی بوده. سجاد عبادی میرفته شمال با بچه‌اش و جالبه که قطره چکونی بهتون گفتم دیگه، پزشکی قانونی اخبار میداد. اومدن گفتن که هیچ دارو ضد افسردگی نبوده. نتایج اولیه این قضیه رو اعلام کرد. بعد اومدن گفتن باردار نبوده. بعد اومدن گفتن که نه باردار بوده، بچه رو انداخته. بعد اومدن گفتن که نه ما رفتیم چک کردیم دیدیم توی خونش داروهای شدیدی به اسم زولپیدوم اگر اشتباه نکنم بوده که ایشون اومده و باعث شده که تعادل روحی نداشته باشه. قرص به شدت قوی هستش و شما بخورید احتمالی که دست به هر کاری بزنید هست و باید با تجویز پزشک باشه. و توی خونش مواد مخدر پیدا کرده بودن و جالبه که از لحظه‌ای که جسدش رو پیدا کرده بودن که ساعت 7:30 بعد از ظهر 7 فروردین این خبر اومد بیرون، میگفتن که شوهرش و بقیه افراد میگفتن که ما 5-6 ساعت ازش خبر نداشتیم، در صورتی که نتیجه پزشکی قانونی در بررسی‌های مجدد نشون میده که لحظه‌ای که جسد پیدا شده تا لحظه‌ای که اومدن چک کردن 30-40 ساعت، یعنی تقریبا نزدیک به 2 روز بوده که این شخص فوت کرده بوده. و شما چه شوهری هستی که 2 روز از زن خودت خبر نداشتی، حتی خانواده 24 ساعته که خبر نداشتی دیگه باید برگردی دیگه. 40 ساعت از فوتش گذشته بوده و جالبه که دوباره اومدن پزشکی قانونی وارد عمل شد و گفتن که بیش از 100 تا قرص مختلف رو همزمان با هم خورده، یعنی تو خونش 100 تا قرص اعصاب و روان پیدا کرده بوده. و گفتن که یه دونه دستنوشته هستش، دستنوشته که چیزی شبیه خداحافظی و وصیت‌نامه بوده، اموالش رو تقسیم کرده و خیلی شفاف نمیان صحبت بکنن که خب خیلی وقتی یه شخصی میاد یه نامه مینویسه اموالش رو تقسیم میکنه و بچه خودش خداحافظی میکنه، به نظر شما میتونه مرگ طبیعی باشه. خب مشخصه دیگه یک یادداشتی بوده، یک نامه خداحافظی بوده و بعد از اون هم خودکشی. تا اینکه بالاخره این قضیه رو اومدن اعلام کردن به صورت رسمی که آزاده نامداری خودکشی کرده و به مرگ طبیعی فوت نکرده، ولی از اون طرف خانواده‌اش خیلی نمیخوان بیان راجع به این قضیه صحبت بکنن، بیان چی بگن، مثلا شوهرش باید بگه زنم خودکشی کرده، بعد میگن خب تو حتما خوب حمایتش نکردی و از این صحبت‌ها. خانواده‌اش نسبت به این قضیه دارن ماسمالی میکنن، اما خب آخرین نتایج پزشکی قانونی همین رو گفته، داروهای زولپیدوم، 100 تا دارو قرص‌های اعصاب و روان و مواد مخدر توی خون آزاده نامداری بود. این آخرین توضیحاتی بوده که به دست اومده از خانم آزاده نامداری. فکر کنم که پروندهش باید جمع بشه دیگه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.